همین میلاد که میکنن قسم بده بگو طریقه پیغمبر است. طریقه خویره میگه که یک کار پیغمبر کرده و تو به مثلش کرده رو ایستی، خلاص همین قدر سوال از پیش بکنی، یک سند پیش بکنی. بهترین عمل کننده سری سنت های پیغمبر کدام طایفه بود؟ نشناسش؟ صحابه بود. نه صحابه بود. آیا صحابه همین کاری خوب شما را که امروز ثواب برش میگه کرده یا نکرده؟ سوال از شما، میدانستن که کاری خوب است یا نمیدانستن؟ جواب ازی را بگو. نیکیت هم گفته نمیتونه که نمیدانستن. دین دست طریق از او بری تو آمده و شاگردای مستقیم رسول الله صلی الله علیه و سلم است. نیکیت گفته نمیتونه که نمیدانستن. حتما جوابت چی است؟ که میدانستن. کار خوبم میدانستن و او هم برمیخوره به شخصیتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم، ولی صحابی او را انجام نده. چطور شده میتونه؟ کدام عقل قبول میکنه؟ کدام بصیرت است که فیصله به ای بکنه که صحابه ای گپ خوب میدانستن خو لیکن عمل نکردن؟ چرا نکردن؟ وجه چی بود؟ بعد از اون صحابه رفتن، شاید در این جمع تلبیسای ابلیسی بکنه، سخنان فریب به حق مشابه لیکن در حقیقت باطل به یک تعداد بگوید. صحابه بسیار مصروف جنگا بود. چیزی که تجلیل میشه او تعلق به جنگا نداره. صحابه کدام ایده ترک کرده؟ جشن نگرفته؟ کدام ایده ترک کردن؟ کلی داره خود جشن گرفته. اگر یه هم روزی خوشی است چرا جشن نمیگیره؟ صحابه جمعه ها عید است، ترک کرده؟ او خود ترک نکرده. کاری دین است، من حیث دین و من حیث ثواب انجام داده. بیا بر بگرد به طایفه بعد از اینکه در جمله خیر القرون است تابعین. و چطور بودن؟ جاهل بودن از این گپ. ای آیتی که تو بری مردم عوام فریب میدی قل بفضل الله و برحمتی فبذلك فلیفرحون، ای آیت مردم فریب میدی ملا اینا ملا. ای بدبخت در یک تفسیری را به تفسیر میلاد کرده. ترا به الله قسم چرا ملت گمراه میسازی؟ مردم فریب میدی، با آیت فریب میدی. الله بر ما میگه که به این خوشی بکنی. فضل الله و رحمت الله پیغمبر هم است. وجودی پیغمبر بر ما فضل و رحمت است، ما خوشی کنیم. امی آیت تفسیرش پیغمبر نمیدانست، صحابه نمیدانست، تابعین نمیدانست، تبع تابعین نمیدانست. به مو مسلک و مذهب و امامی که لاف میزنه که ما از این دفاع میکنیم جان میدیم، امو قسم امی کار کرده. سند پیش کرده میتونی؟ بجز از 4 جاهل پاچای جاهل و 4 جاهل پیراکی کارا را کرده و تو کارا کرده رایستی. مردم چرا فریب میدی؟ بیا سری ملت دل بسوزان. برای نشر اشاعت عقیده حق، قرآن و حدیث مدرسه بساز، اولادای مردم تعلیم پیدا بکنه. خود تو را میگم ملا، تو را میگم وکیل، تو را میگم حاجی، تو را میگم صوفی. شما را به الله قسم کدام روز یک آواز خیستی دمی طرف میراب مسجد آمده او مردم 2 هفته میشه که فلانی غریب بیچاره از دنیا رفت وفات کرد، خوردکا اولادا از پیشش مانده، زمستانم به چشم سر میبینه، در خانهش چوب پیدا نمیشه، جمع کنی 10 روپه. وکیل صاحب کرده یمی کاره، تو را به الله قسم تو را میگم. ملا صاحب کرده یمی کاره، سری تو لازم بود، واجب بود. اگر این کار نکنی مصداق از این میگی ولا یحض علی طعام المسکین. ارأیت الذی یکذب بالدین، کسی که تکذیب دین میکنه، جزا را میکنه، ثواب و حساب و کتاب میکنه، او را خبر بده برای ما پیغمبر علیه السلام میشناسی؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، مکذب به جزا او کسی است که یتیم گذاشته، از حالش خدا خبر نکرده، آگاه نکرده. در کدام حالت هست؟
یتیم چه میکنه؟ طفلک خورد آله دستی اوتلیا شده، از دریورا و کلی درا شده، یا در مدرسه درس میخوانه و بی غیرت. یتیم چی میکنه؟ الله میگه فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. تیزی و ترغیب به طعام مسکین هم نمیده. در کدام جای؟ چنده را دیده تا لیره؟ امیایی که میلاد برپا میکنه برای ازوا میگم گپی مرا بشنوی و با الله قسم به دلسوزی میگم که مالت ضایع میشه و در کجا مصرف میکنی؟ ملای بدبخت آیت قرآن تحریف میکنه، غلط توجیه میکنه و تو را میگه که ثواب داره. تو باز برو هتل کرا بگی، مردم جمع بکو. چقدر خوب. باز میگه کسایی که کار نمیکنه محبت با پیغمبر صلی الله علیه و سلم نداره. محبت پیغمبر جز ایمان است. کسی که با رسول الله بغض داشته باشه از حیثیت رسالت و نبوتش مسلمان است یا کافر؟ یک طریق پیغمبره. اگر از روی اسلامش کسی بد بدانه یک طریقش مسلمان است یا کافر؟ کافر است. محبت پیغمبر جز ایمان است. ولی محبت چی را میگه؟ محبت پیغمبر به چی میشه؟ ما دعوی محبت پیغمبر داریم به یک روز. محبت حسین هم یک روز پیدا کنیم، یک روز محبت حسین داشته باشیم. خو لیکن طریق محبتش هم چی باشه؟ زنجیر بزن، قمه بزن، کارت بزن، خونای تروان بکو. کدام عقلی را محبت میگه؟ است پیدا میشه؟ از کفار سوال بکنی کی محبت است؟ تو امروز دعوای محبت پیغمبر میکنی، خو این مردم چرا این کار میکنه؟ امی مردم برشان بیان شده که هم یک روز قطره خونی رفت خلاص شدی دیگه، جنت به تکه داده شد. کی خوش نداره؟ دیگه که هر چی میکنی، هر چی که میکنی بکو. قطره خونی تا امروز بریزان خلاص استی دیگه جنت. کی خوش نداره؟ یک وعده تکلیف هر کس خوش داره یا نداره؟ امروز تو مسلمان هم دعوت میدی ای ملای میلادی، ای بیچاره دیگه وقت نه سنت پیغمبر میشناسه نه خودی پیغمبر میشناسه. قسم بده برش بگو رسول الله دعای مجلسه، در هر جای ما مجلس میکنیم کفاره مجلس کدام دعا را خوانده یاد داره؟ 60 ساله را سوال کنی، 70 ساله را سوال کنی. دعایی که بعد از نان خورده میشه سوال کنی، دعایی که بعد از وضو میشه سوال کنی، دعایی که داخل مسجد میشه بیرونی مسجد میشه، داخل تشناب میشه بیرونی تشناب میشه، داخل خانه میشه بیرونی خانه میشه، داخل بازار میشه، ما را میبینه سر قبرستان تیر میشه. قسم بده 60 ساله و 70 ساله را یا خود دعای محبت پیغمبر داره که طریقی پیغمبر یاد داره. محبت پیغمبر بله به شوله پخته کردن جور میشه. پیسه را از مردم جمع کو. همینطوری خیرات جمع کردن در کدام جای دیده که پیغمبر جمع کرده باشه؟ خودی ما جمع کنیم ای اهل مسجد، باز خودی ما دیگ بار کنیم، خودی ما امینجا بگوی خوردنوش کنیم. اینطوری جمع کردن در کدام جای هست سلف؟ به نام خیرات اینطوری گفته شده؟ امیره برای من نشان بده که در کجا هست؟ کی جمع کرده؟ بله یک وقت شما اکثرتان محصلین در پانتون تیر شده، پنجشنبه و جمعه که میه خصوصا بچه‌ای که از ولایت‌های دور است میگه خیر پیسه جمع کنیم که باز موتر بگیریم بریم پغمان. ایره ما به نام میله یاد میکنیم. چی یاد میکنیم؟ باز یک چیزی مایی و کباب و گپا را سات خود تیر میکنه. اینطوری هست. گاهی اوقات مسافرها که در یک اتاق زندگی میکنه میگیم صوبکی فلانی چیز دل ما شده ده جمع کنی پرت پیسه. اینطوری شده. خو این خیرات کسی نمیگه. این خیرات نمیگه. محبت پیغمبر به شوله پخته کردن نمیشه. باز چی میگه؟ وای خودی پیغمبر این روز جشن گرفته. از پیشش سوال شد چرا دوشنبه را تو روزه میگیری؟ میگه فیه ولدتو، ما در این روز چی شده؟ تولد کرده شده. چقدر خوب جناب محترم. پیغمبر که در این روز تولد شد، خب باز خوشی این روزه
چی گرفت؟ روزه گرفت. تنها یک دوشنبه ربیع الاول گرفت یا کل دوشنبه ها که در کل سال است؟ در کل سال کل دوشنبه ها روزش سنت است. تو چی کرده ای؟ 12 ربیع الاول مقرر کرده ای؟ نیکیت ثابت کرده میتونه که 12 ربیع الاول روزی تولد باشه؟ آلی الحمدلله دقیق حسابا برآمده، جنتری ها تطبیق شده. بعد از تطبیقات علمای تاریخ نوشته میکنه که 12 ربیع الاول به هیچ وجه روزی تولد پیغمبر نیست، بلکه 9 ربیع الاول غالبا و اکثرا میآید. بله 12 ربیع الاول روزی وفات کیست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم یقینی است. تو جشن وفات میگیری یا جشن پیدایش؟ و دیگه تشبیهات نمیگم، در این مورد تقریرها موجود است، خودتان دیگه مفصل بحثا است. تنها اینمی گپا را من میگم که بدعت چرا بدی داره، چرا بد است، که در هر خطبه رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه و ایاکم و محدثات الامور، خدا نگاه بکنی از چیزایی که جدید پیدا میشه، فان کل محدثه بدعه و کل بدعه ضلاله. چرا؟ چیزی که دین نیست دین ساخته میشه و دین آسان. یک سنی هم که ثواب ازیره بشنوه که دیگه هر کار میکنی برو، قمار تا بزن، کباب تا بزن، شراب تا بزن، هر چیزی که میکنی در لهو لعب تیر کو. خو یک روزی 12 ربیع الاول بیا وکیلو آجی صاحب و ملا صاحب که پیسه جمع میکنه دو یک صدی را که برات بگه که خبرداری که میلاد آمده نیسته، باز تو سعی میکنی که مردم هم زیاد است، باز در جیب 50,000 را میکشی، 50 را میپرتی. به خاطر چی پرتافتی؟ راست تا بگو. پیغمبر علیه السلام چی توصیه برات کرده؟ اول توصیه زن برات نکرده که خب معامله قطعش بکن؟ زنی تا پول داده در روزی که در خانه پدر رفت یا جنگ قطعش کردی؟ سوغاتی درست برش گرفتی؟ اولادت که صوبکی برات گفت که قلم ندارم، کتابچه ندارم، فلانی کتاب ندارم، چی برش گفتی؟ راست تا بگو. به اولادت دادی؟ با او هم شریکی در کل ملکیت قطع تو حق داره و دستش به گدایی باقی مانده. حقی فرضی از او را دادی که تو امروز بالا بارت میکنی 5,000 اینجا میپرتی؟ کدامش کرده ای؟ پیش الله سبحانه و تعالی رفته نیستی و اللهی که یک رگ تو را آگاهی داره، نیت و مقصد تو را آگاهی داره. با کی معامله میکنی؟ با شخص، با انسان، با الله سبحانه و تعالی که هر حرکتی تو را یکه میدانه که چی میکنی، چی حرکت میکنی، میدانه. چه رقم؟ چرا این بدعت بد است؟ بدعت دین خراب میکنه. مردکه که ثواب فامید کل سال یک طرف است، یک روز میلاد خدا میرسانه، او به این گمان که من اینی عمل انجام دادم خلاص شد دیگه جنتی شدم. یک روز است دیگه، مصرف بکو چی میشه؟ به نام محبت پیغمبر صلی الله علیه و سلم ابن قیم رحمه الله می فرماید ابلیسی لعین خو راههای خیلی مختلف برای اغوا و گمراهی مردم ساخته. در کدام راه ها میبره؟ این منحصر شده نمیتونه، قلمبند شده نمیتونه. راه های گمراهی که ابلیس برای مخلوق انتخاب میکنه خیلی زیاد است، خو لیکن در 6 جنس جمع میشه، در 6 کتگوری. اول کتگوریش ابلیس لعین بسیار کوشش میکنه کسی کافر و مشرک شود. خلاص اول تلاشش امی است. چرا؟ به خاطر ازی که یک کسی را کافر بسازه، مشرک بسازه، امو هدف است دیگه، از راه مستقیم بیگانه میکنه. لیکن بعد از این مرحله دوم که یا گمراه میکنه کدام است؟ بدعته. در بدعت مبتلا کردن است. الله سبحانه و تعالی می فرماید قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، بگوی پیغمبر علیه السلام این مردم خبر بده که شما را خبر بدم به او کسایی که از نگاه عمل سخت تاوانی است، بسیار زیاد تاوان کرده. کدام مردم است؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، امو مردمایی است که خطا شده کوششایشان در زندگی دنیا، محنت کشیده
زحمت کشیده، خیلی زیاد تلاش کرده، مصرف کرده، خود خسته و ذله کرده، لیکن درست عمل نکرده و عملی که شریعت از پیشش خواسته. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. کوشش انسان وقت خطا میشه و خسارمند میشه که به خاطر رضای الله و به طریقی کی نباشه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم نباشه. این طریقه از کجا شده که تو پا کشیدی؟ از کجا شد؟ و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. یا گمان داره که ما خود کارهای خیلی نیکه کردیم. ابلیسی لعین میگه در ایجا ما کامیاب هستم. ابن قیم رحمه الله نوشته میکنه که ابلیسی لعین گفت که اهلکت بنی آدم بالذنوب، ما اولاد آدم علیه السلام هلاک کردم به گناه ها کردن، لیکن و اهلکونی بلا اله الا الله والاستغفار. مرا به هلاک کردن توسط چی؟ لا اله الا الله گفتن و استغفار کردن. گناه میکنه، توبه میکنه، الله بخشش میکنه، محنت و زحمت ما کلش به خاک یکسان میشه، لیکن ما کامیاب شدن به این که یار مبتلا به چی کردم؟ بدعت. چرا؟ بدعت دین میدانه، از پیشش توبه نمیکنه، از او خاطر دایم انجام میده. از میلاد آلی کسی توبه میکنه که بدعت است؟ نه، او را بسیار به کش و فش انجام داده، او را به این فکر انجام داده که بسیار اجر بردیم، گایم از پیشش توبه نمیکنه. الله سبحانه و تعالی بر ما میگه، قل بگوی پیغمبر علیه السلام، ان هذا صراطی مستقیما، اینمی راه درست ما است. اشاره به دین است. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که وفات کرد دین کامل بود یا چیزی پرزهایش باقی مانده بود؟ کامل بود یا نه که باقی مانده بود؟ کامل بود. در حجت الوداع کدام آیت آمد؟ ان الدین عند الله چی؟ اليوم اکملت لكم دینکم، امروز دینتان کامل کردم. کدام نظامی که من خواسته بودم که به شما روان کنم و تکمیل شده، پرزه مرزه باقی نیست. اگر یک چیزی دیگری را تو میاری داخل دین میکنی، دین نیست. از او خاطر رسول الله برای حفاظت حدود دین یک خطبه خالی نگذاشت. ابی را گفت که ویاکم و محدثات الامور، خودت نگاه بکنی از چیزای نو پیدا، به خاطر که فإن كل محدثة بدعه و كل بدعه ضلال. تو کی بدعت ایجاد میکنی، نعوذ بالله، در اوصاف الله سبحانه و تعالی طعن وارد میکنی. الله دین کامل کرده، اعلان کامل کرده و تو میگی که نه، یک پرزه باقی است، یک پرزه باقی است. پیغمبر، صحابه، تابعین، تبع تابعین میلاد نکرده، کاری خوب است، محبت پیغمبر است. و در این عمل دومبار حالی چی میکنی؟ یک طرف خود الله سبحانه و تعالی را در صفتایش قطع وارد کردی، از طرف دوم پیغمبر علیه السلام متهم به خیانت رسالت کو، به خاطر که رسول الله ای امری محبوب و خوب و موجب ثواب بر ما بیان نکرده و خودش نکرده. سوم خود یک کمی بالاتر از پیغمبر، از صحابه، از تابعین، از تبع تابعین بالا تراش بکو. چرا؟ واکی کدام اعمال نیک انجام داده، بر علاوه از اون ما یک عمل نیک دیگر از واکد اضافه چی کردیم؟ انجام دادیم. تو پیش کردی خدا از وا کرده و در یک عمل پسمان است، درجهش پشتی سر است، تو درجت خیلی پیشتاز است و متهم کردی صحابه و تابعین و تبع تابعین که وا دین پوره عمل نکرده. پوره عمل به دین ما کردیم. چرا این کار دین بود و خو انجام نداده؟ اگر انجام داده سند پیش کن، اگر انجام داده سند پیش کن. بله، کسایی که فساد دین کرده بود دمو زمانای پسان، امو مردم ای کار کرده و تو پیروی از او میکنی. چرا اینطور کار میکنی؟ منظورم تنها بدعت میلاد نیست، همه بدعت هاست. بدعت تبایی دین است، به امن ساختن دین است. دینی تمامون قرار نمیده که دین واقعا مکمل است، پوره هست، به امن باقی مانده. برات میگه که دین ناقص است، ضرورت داره. خب هر چیزی که عقل تو خوب میگه امون بکنیم. از امو خاطر الله انبیاء علیهم السلام به این خاطر روان میکنه که ما در تعلیم شریعت
بهترین چیزی که در عمر انسان انجام میده طاعت الله سبحانه و تعالی است، عبادت الله سبحانه و تعالی است. امی عبادت الله را به کدام طریقه انجام بدیم؟ کدام نفر پیروی کنیم؟ مردم کدام نفره؟ مردم خو خیلی زیاد است، کدام شخص انتخاب بکنید؟ عقلا خو متفاوت است، حتی یک کار یک عقل خوب میگه دیگه عقل بد میگه. از امو خاطر است که الله انبیاء علیهم السلام تعیین کرد الگو و نمونه برای مردم که پیروی از پیغمبر بکنه، پیروی از پیغمبر بکنه. پیغمبر الگو است، ولکم فی رسول الله اسوه حسنه. از امو خاطر مخالفت پیغمبر الله وعید شدید گفته، فلیحذر الذین یخالفون عن امره. باید بترسو کسایی که مخالفت از دستور پیغمبر صلی الله علیه و سلم میکنه، ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب علیم، که برسه برشان یا فتنه یا عذاب دردناک. در دنیا کسی که پابند طریقه های رسول الله نیست، این طرف خیز میزنه، یادتان باشه انجام و عاقبتش به درستی نمی باشه. از دنیا در حالت نعوذ بالله شرک و گناه می روه، فتنه امیر میگه. در دینش استقامت برش نصیب نمیشه. چرا؟ در دین خود بی باور شده، دین خود ناقص تلقی میکنه، از دیگرها گرفته رویسته. امی میلاد از کی گرفته شده؟ از نصارا روز تولد عیسی علیه السلام تجلیل میگیره، این مردم از او گرفته. پس معلوم شد که دین تو ناقص بوده، از اونجا گرفتی تو، از او خاطر تو به امن نیستی، فتنه در جانت میچسبه. تو باید عقیده داشته باشی که رسول الله وقتی از دنیا رفته ما را به یک چی گذاشته؟ یک دینی که هیچ چیزش باقی نمانده، پنهان باقی نمانده، همه چیز برای ما بیان شده. از او خاطر رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه من احدث فی امرنا هذا. دین اینطور اشاره میکنه مثل که انگشت برش نمایان میشه، همینطور واضح است. کسی که در دین ما کی است چیزی را پیدا میکنه. دیگه مردم باز یک تعداد فریبکاری میکنه، میگه این بدعت حسنه است. رسول الله میگه کل بدعت ضلاله. تمام بدعت، البته بدعت در دین چیزی که تعلق به دنیا و وسیله و وسایل داره این بدعت نیست. چیزی که موجب ثواب میدانی او بدعت است، که او را پرزی دین میدانی، و این کلش چی است؟ گمراهی است، هیچ خوبی نداره قطعا. این مردم فریبیسته کیا میکنه، بدعت حسنه نمی باشد. در دین چیزی را جدید پیدا کردن این قطعا حسنه نیست. از دو خاطر این روزها را ما و شما اگرچه دوستای ما الحمدلله یکی شامی کارا را نمیکنه، این فضل احسانی کیست؟ الله سبحانه و تعالی است. و الحمدلله میدانه. منظورم از بیان ایست که شما در امی روزا دعوتتان امی باشه، با دوستا دعوت بده. مسئولیت شما تنها به می شنیدن نیست، مسئولیت شما به ایست که با یک دوستی که تو 4 روز نشست و برخاست داری قناعتش فراهم بکن. خودت دلیل گفته نتانستی از دستش بگی، ممری کارت برش بده که بشنوه. این دعوت است، به خاطر ازی که جلوگیری از بدعت ها شوه. بدعت دین خراب میکنه. یکی گناهگار است، یکی بدعتکار است. بدعتکار ضررش از گناهگار که خیلی زیاد است. چرا زیاد است؟ بدعتکار تنها شخصی خود ضرر میرسانه، چه گناهگار. بدعتکار به نوع انسانیت ضرر میرسانه. گناهگار او تنها مخالفت یک امر شریعت کرده، عملی نکرده. بدعتکار امر شریعت بیخی از بین میبره. بدعتکار مناقض است با او شریعتی که رسول الله آورده. لیکن گناهگار چی کرده؟ او توسط گناه خود دمیرایی که روان است از سرعت باز مانده، آلی بتی شده، سست شده که بروه به الله سبحانه و تعالی. از او خاطر بدعتا اثر بدش خیلی زیاد است. از او خاطر رسول الله در یک خطبه موضوع بدعت ترک نکرده و ایرا یادآور شده. علتش همی بوده که دین به مو حدودی که باقی است به مو حدود باقی بمانه، کسی چیزی زاید از بیرون داخل نکنه. به خاطر ازی که یهود و نصاران کتابای آسمانی داشتن، لیکن وقتی که آرا و نظریات علمای خود من حیث دین داخل کردن، روز فرا رسید که اصلی وحی آسمانی گم شد. نمیفهمید که اصلی وحی آسمانی کدام است و گپای ملاها و بگوی دانشمنده و کلانایشان کدام است، کدامش دین است کدام دین نیست. از این خاطر خودداری
و اجتناب از بدعت امری خیلی ضروری است. اگرچه موضوع تنها به یک جمعه خلاصه نمیشه، نه فقط به می خاطر که در این روزا خیلی زیاد جر و بحث صورت میگیره و مسئولیت ما و شماست که هر برادر مسلمان خود لا اقل یک دعوت برش داده بتانیم، مانع شده بتانیم از اینکه در بدعت واقع نشوه، مسئولیت خود ادا بکنیم. برای تذکر یادآوری امی گپ ما یادآوری کردم. الله سبحانه و تعالی توفیق مزیده برای ما و شما نصیب بکنه که از همه بدعت ها خودداری بکنیم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.